در حدیث ها روایت شده است که پیامبر خدا درود خداوند بر او باد فرمودند از جمله کسانی که به بهشت داخل نمیشوند دیوس است. دیوس کیست؟ دیوس کسی است که نسبت به علی خانواده‌اش بی غیرتی میکنه. ای مردی که زنت در اینترنت با لباسی تنگ و نیم برهنه برآورده که رقص بکنه و خود شب به نمایش براره تا که نظر مردان نامحرم به خود جلب کنه. تو باشی با فخر قتیش نوار میگیری. کجا شد ناموس مردی؟ از خدا بترسه. این غیرت نمیگن، این بی غیرتی است. ناموس مرد تنها سخن نیست، ناموس مسئولیت است. همین کاری که شما بعض مردا با زناتون در ملأ عام انجام میتیه به جامعه ما چی فایده داره؟ تنها بیناموسی و بی غیرتی را ترغیب میکنین. جوان پیسران و جوان دختران را بیراه میکنه گویا عاشق و معشوق باشه. مرد با غیرت عشق و محبت با زن خود را در چهار دیواره درون خانه اش میکنه، نه در نزد مردم. این مردم اینترنت ای تو بیزارن. وقت نواری شما را تماشا میکنن به خاطر زنوتون تماشا میکنن. به غیرت ها پیامبر خدا از دیوس هشیار دادن. مردی که نسبت به اهل خانواده‌اش بی غیرتی میکند، پس پیش از آن که مردم تو را با نام مرد شناسند از خود بپرس در نزد الله با کدام نام خواهی ایستاد.